سلام، به کانال آموزشکده خوش اومدین. در سربی رو با هم پیش میبریم. فعل ماضی، مضارع و امر رو داخل ویدیو قبل بهتون آموزش دادم. تو این ویدیو میریم که با هم ساخت فعل نهی رو یاد بگیریم. لازمه دونستن فعل نهی و امر اینه که حتما روی فعل مضارع مسلط باشین. داخل کانال نحوه ساخت فعل مضارع رو گذاشتم، اگه مسلط نیستید حتما نگاه کنید. ویدیوها رو حتما لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. بریم که با هم فعل نهی رو یاد بگیریم. برای ساخت فعل نهی یک بر سر فعل مضارع لا میگذاریم، دو فعل رو مجزوم میکنیم. نحوه مجزوم کردن فعل مضارع رو داخل ویدیو قبلی آموزش دادم، ولی توی این ویدیو خلاصه وار میگم که برای اینکه فعلی رو مجزوم کنیم، فعل مضارع رو مجزوم کنیم، آخر فعل اگه حرکه او داشت تبدیل به ساکن میشه و اگه نون داشت حذف میشه، به غیر از نون مربوط به ضمایر انتونه و هنه که دست زده نمیشه. بریم که چند مثال از نحوه نهی کردن افعال رو ببینیم. از ضمیر انت شروع میکنیم. انت تذهب، و برای اینکه تبدیل به نهیش کنیم به اول فعل لا و آخر فعل رو مجزوم میکنیم، میشه لا تذهب. حرکه او تبدیل به ساکن شد. انتونه تذهبن، اول فعل لا آخر فعل مجزوم، ولی چون ضمیر انتونه و هنه به نون فعل دست زده نمیشه، پس بدون تغییر باقی میمونه، میشه لا تذهبن. انتما تذهبانه، میشه لا تذهبان، نونش حذف میشه. هو یذهبا میشه لا یذهب، او حرکه او تبدیل به ساکن میشه. هنه یجلسنه میشه لا یجلسنه. هنه و انتونه نونشون دست زده نمیشه. هم یجلسونه میشه لا یجلسو. نحن نجلسو میشه لا نجلس. ضمیر انتم و هم بعد از اینکه مجزوم شدن و نونشون حذف شد، برای اینکه فعل فرمت مناسب و بهتری پیدا کنه، بعد از اینکه نون حذف شد یک آی آخر فعل قرار داده میشه. تاثیر خاصی روی فعل نداره، ولی برای اینکه فرمتش بهتر بشه گذاشته میشه. امیدوارم این ویدیو هم شبیه ویدیو قبل براتون مفید باشه. حتما ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید.